شاید در خبرها شنیده باشید که یک نفری در امریکا آمده و دو نفر از امریکایی ها را انتحار کرده و کشته و الله اکبر هم گفته. خب شاید خیلی مردم ها که هم عقیده از او هسته خوشحال شده باشه که الله اکبر گفته کفار کشته، اما نمیدانه که تو رفتی در مملکت بیگانه و در اون مملکت او تو را قبول کرده و تو پناه داده، تو باز می مردم از او را بکشی و الله اکبر میگی و خوشحالی میکنی. شما با این کارتان نمیگین که یک ده شما آسیب نمیزنه و خیلی مردم آسیب میزنه. حالا دیدی که ترامپ گفت پرونده های اینایی که ما دیشان قبولی دادیم به عنوان مهاجر، ما اینا رو باز بررسی میکنیم که خیلی از اونا رو شاید ما رد کنیم. شما باید فکر کنین که در هر کشوری که هستین، چه ایران، چه امریکا، چه اروپا، هر جایی که هستین یا استرالیا، باید فکر جامعه باشید، فکر مردم باشید، نه فکر شخصی که ما برم یکی رو بزنم یا یک کاری کنم و فقط در پای از من نوشته میشه. مثل خیلی کارهایی که در ایران ما میکنیم، بسیاری از این کارها شاید بگیم که نه ما عقیده ماست، ما فکر ماست، ما از برای خود خواهی کارو میکنیم، در حالی که ضرر از او کل جامعه مردم ما رو میگیره.